با استفاده از آب و هوای مساعد تعمیر راههای نقلیاتگر در شهر ترسونزاده ادامه دارد. چنین یک کشری دست جمعانه باز در راه دهه دوردست شورخاک ادامه یافت. روز گذشته زیاده از 200 نفر ساکنان دهه شورخاک به حشر دست جمعانه برآمدند و برای اسفالتپوش گردیدن راه دههشان دوباره سرمایه‌گذاری کردند. راه دوردست قشلاق ما رو که یک چند سال پیش از این خونفرش کرده بودیم، خواستیم که مونفرش کنیم. من با تشبس جوانان یک هفته شد که ما در این راه کار کردیم. زیاده از 100 نفر جوانان اشتراک کردن در این کار. همه با مهنت خود سرفراز با خرسندانه در راه برنده کار کردن که امروز راه ما اسفالتپوش شد. اقدام داریم که با در آینده هم همین نیت رو پیش گرفته باقی مانده راه را هم مونفرش کرده اسفالتپوش کنیم. برای تعمیر راه دهه شورخاک جماعت دهات خرطاق تکنیک‌های مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده سفربر کرده شد. با مقصد حل معماهای جای داشته راه دهه که سالهای طولانی خاکی بود، مردم از یک گریبان سر برآورده تا امروز همین راه را 2 مرتبه خونفرش کرده بودند و امروز با شکرگزاری وطن محبوب خود به مونفرش کردن راه دههشان کمر همت بستند. چقدر گانا شما دیده ایستادید روی دهه ما انقدرش دهه شورخاک سالهای طولانی که بنابر سبب تعمیر نداشتنش تمام مردم از روزی که ما در این راه گشتگذار میکردیم خیلی دشواری‌های زیاد به نظر میرسید. من خوشبختانه بنابر سبب اعلان کردن سال جوانان ما اقدام گرفتیم که همین راه دهه‌مان رو خوشبختانه اسفالتپوش کرده ایستادیم. زیاده از 150 نفر جوانان دهه در اینجا حضور دارند. راه ما باشد زیاده از 1.5 کیلومتر رو ما اسفالتپوش کرده ایستادیم. راهی که باید تعمیر شود تا دهه خرطاق 12 کیلومتر درازی دارد. اهل دهه عزم قوی دارند از حساب مبلغ‌های خودشان در آینده باز چنین کارهای مونفرش‌کنی را در راه دهه شورخاک ادامه دهند. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов، شهر ترسونزاده، جهان‌نما.